مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامر یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه و جیبتون پرپول باشه. امیدوارم که کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کرده باشید. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده راجع به یک هشتگی که حسابی در فضای مجازی وایرال شده، خصوصا در توییتر، که این هشتگ هستش، هشتگ بایکوت تلویزیون ایران اینترنشنال، که بسیاری از افرادی که فعالیت‌های سیاسی میکنن اومدن گفتن که تلویزیون ایران اینترنشنال فعالیت‌های تجزیه طلبانه داره و داره انقلاب مردم ایران رو به خطر میندازه، به خاطر همین بعد این تلویزیون بایکوت بشه و عملاً حمایتی نباید بشه این رسانه. اگر رسانه پشت پرده رو در طول این چند سال گذشته دنبال کرده باشید میدونید که ما در رسانه پشت پرده در طول 3-4 سال گذشته اولین رسانه بودیم که در خصوص تلویزیون ایران اینترنشنال افشاگری کردیم. اون موقع هم چقدر فوش خوردیم و گفتن که آی نمیدونم شما مزدورید و شما نمیدونم از آخوندا دارید خط میگید، وگرنه این تلویزیونی که داره مفت و مجانی و با عشق زیاد برای مردم خبررسانی میکنن چرا دارید تخریب میکنید. ببینید وقتی شما ببینید که بودجه از کجا هستش و پول داره از کجا میاد میتونید به ته خط برسید. وقتی که این شبکه از عربستان سعودی بودجه میگیره خب تهش مشخصه و هیچ وقت هم نمیان شفاف به مردم بگن که آقا بودجهشون از کجا میگیرن. وقتی یه تلویزیونی ادعا میکنه که داره به مردم خدمت میکنه، کارمندانش تو توییتر جرواجر کردن همه رو، آی نمیدونم آخوندا نمیدونم فلان و نوکر روسیان، خب مشخصه دیگه وقتی تو میگی آخوندا نوکر روسیان شما هم نوکر عربستانی. چجور اون از روسیه خط میگیره نوکر اون وره، شما که از عربستان خط میگیری نوکر عربستان نیستی؟ هستی دیگه، پولتو داری از اون ور میگیری. کاملا مشخصه. قبلا هم چند تا ویدیو من زدم در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده، ویدیوهاش هست میتونید برید ببینید که ما راجع به تلویزیون اینترنشنال با سند و مدرک بهتون گفتیم که مالکشون کی هستش و چه جوری در طول این چند سال گذشته دارن فعالیت میکنن. دقیقاً همین اتفاق برای تلویزیون منوتو هم افتاده. تلویزیون منوتو از سال 2020 به این سمت هر سال داره منفی میزنه، یعنی هر سال داره ضرر میده و اینا همش به خاطر عشق به مردم ها. اصلا من ناراحت میشم شما فکر کنید که اینا شیشه میزنن یا مثلا دارن یه سری فعالیت‌های در پشت پرده انجام میدن و نه، اینا یه سری آدم‌های دلسوزن ناقابل. 20 میلیون یورو در سال پول مفت دارن که این 20 میلیون یورو رو خیلی شیک و مجلسی در جهت حال دادن به ملت ایران دارن خرج میکنن. شما در همین آلمانش هم تلویزیون آلمان میان از مردم پول میگیرن هر ماه. آلمان که آلمانه میگه آقا باید تو حق آنتن تو بدی. بعد شما فکر کنید که تو همون انگلیسش هم مردم انگلیس بخوام بی بی سی رو ببینن بعد پول بدن بهش ماهیانه. تو بقیه کشورها هم اینطوریه. حالا خیلی عده جبهه نگیرن که آقا چرا عده دارن دلسوزی میکنن تو نمیدونم چرا ناراحت شد. نه ما ناراحت نمیشیم، فقط میخوام به شما بگم که هر چیزی پشتش یک پشت پرده‌ای وجود داره. اول این هشتگ رو ببینیم بعد من یه سری توضیحات به شما بدم که اصلا چه اتفاقاتی افتاده در طول این چند وقت گذشته. این هستش که گفتن که یه سری آدم‌ها که فعالیت سیاسی میکنن توی توییتر اومدن این هشتگ رو زدن، گفتن که به دلیل دعوت بسیار زیاد از تجزیه طلبانی که هدفی جز دشمنی با ایران و مردم ایران ندارن، جبهه‌گیری‌های کاملا مشخص و انحراف انقلاب ایران با روش‌های مختلف هشتگی رو زدیم که بایکوت کنیم تلویزیون ایران اینترنشنال. ببین من کجا یه مقداری مشکوک شدم به این تلویزیون و گفتم که آقا اینا یه مقداری مشکوک میزنن از این فایل های به اصطلاح خودشون فوق محرمانه‌ای که به دست اینا میرسید از جلسه سرداران سپاه. کلا مثلا 10 نفر تو اون جلسه نشستن، جلسه هم طبقه بندیش فوق سریه، بعد یهو فایل صوتی اون جلسه سری میرسه به دست تلویزیون ایران اینترنشنال و شروع میکنه تجزیه و تحلیل کردن. یا جمهوری اسلامی و ببخشید آخوندا خیلی آدم‌های با سیاستی باید باشن که این اتفاق رو رقم زدن، یا اینا
که این خبر رو پوشش دادن بعد خیلی آدمای خنگی باشن، بخاطر اینکه اگه میگیم یه بار این اتفاق افتاده میگیم آره از دستشون در رفت و این فایل‌های صوتی اومده بیرون، ولی وقتی چند بار این اتفاق میفته من حس میکنم که اون آخوندها و جمهوری اسلامی خودش با هدف خاص اون بولتنای محرمانه، البته از دید اینا محرمانه و فایل‌های صوتی رو در اختیار اینا میذاشته و خیلی هم مشخص هستش. مثلا توی یکی از این فایل‌های صوتی که در رفته بود گفته بودن که خود تلویزیون اینترنشنال هم پوششش داده بود و گفته بود که آره این اعتصابات مردم ایران که منجر به انقلاب شده باعث شده که یک قسمت کوچیکی از کامیوندارها اعتصاب بکنن و به صنعت حمل و نقل کشور ضربه بزرگ و فاجعه باری زده. خب ببینید این تیکه اولش به تیکه دومش نمیخوره، یعنی اینکه یه قسمت کوچیکی اعتصاب کردن یه ضربه بزرگی زده، این یعنی اینکه اصلا توازن نداره این خبره و همین خبره باعث میشه که توی تفکر مردم و کسانی که دارن فعالیت انقلابی میکنن اتوماتیکوار تأثیر بذاره. و اگر هم دقت کرده باشید درست بعد از انتشار اون فایل‌های به اصطلاح خودشون فوق محرمانه یا اون بولتن‌های به اصطلاح خودشون فوق سری بود که یهو اون جو انقلابه فروکش کرد و کاملا هم سلیقه‌ای برخورد میکنن و هر کسی که با سیاست‌های خودشون همراه باشه رو میارن توی تلویزیونشون. قبلا هم گفتم که شما که از هر کجا بودجه میگیری باید بی افشاگری بکنی یا اصلا به شفاف به مردم بگی آقا پول تو از کجا میگیری. ما قبلا هم گفتیم شما از عربستان میگیری دیگه و مشخصه که باید سیاست‌های اونها رو هم دنبال بکنی. حالا هم مردم هشتگ زدن و گفتن که ایران اینترنشنال باید بایکوت بشه و البته انتقادات زیادی هم شد به این تلویزیون و میگفتن که آقا شما که به مردم ایران میگید بریزید تو خیابون ها بیاد مقابله بکنید با نمیدونم سپاه و اطلاعات و این ور و اون ور، خودتون کف لندن زندگی میکنید، بیرون گود وایستادید به مردم میگید لنگش کن، بعد از اون طرف یه چوسه تهدید شدید جمع کردید دفتر رو بستید از لندن رفتید امریکا. شما خودتون توی امنیتی ترین و امن‌ترین کشور دنیا از اونا میترسید و جمع میکنید میرید یه کشور دیگه، بعد انتظار دارید مردم کف خیابون‌های ایران جون بدن. خب یه بامون و هوا نمیشه که. شما از اونا میترسید بعد میگید به مردم میگید شجاع باشید. خب مردم همه اینا رو میبینن که باعث میشه که از شما دل زده بشن. یا مثلا میگن که یه سری فعالیت هایی کرده بوده که باعث انحراف انقلاب ایران شده. بله ما شاهد این بودیم که تلویزیون ایران اینترنشنال اگه یادتون باشه 3-4 ماه پیش یه خبر زد که آقا مقام های ایران فرار کردن رفتن ونزوئلا، کلا جمع کردن رفتن آقا 2 هفته دیگه کف تهران انقلابه. و وقتی این اتفاق نمیفته شما عملا با این خبر دروغی که 2 هفته بعد 3 هفته بعد 1 ماه بعد 2 ماه بعد دروغش منتشر میشه یا دروغش در میاد، خب شما اعتبارت خراب میشه. بعدش هم گردن نمیگیرید دیگه. بعد گردن نمیگیرید، شروع هم میکنید چپ و راست با انواع اقسام آدم هایی که حالا معلوم نیست چی کارن. طرف مثلا مثال برای شما میزنم، میگم به شما کجا ضربه میزنه به انقلاب مردم، گنده کردن یه سری آدم ها و بهشون رسانه دادن. یه مثال کوچیک من چند روز پیش داشتم با یک سری از این آدمایی که حالا فعالیت سیاسی میکردن صحبت میکردم و این مثال رو من براشون زدم. گفتم که مثلا شما میای توی تلویزیونتون به یه آدم عربده‌کش آنتن میدی، عربده‌کشی که مدام مثلا میره توی شهرهای مختلف امریکا جلوی یه سری آدم ها رو میگیره میگه که تو جمهوری اسلامی خط گرفتی فلان. میدونید کیو میگم دیگه، یعنی کی سام امام کیه، عربده‌کش. یه نمونهش هم ما دیدیم که این آدم رفت جلوی مثلا پرویز پرستویی رو گرفت، رفت مثلا جلوی نمیدونم 1-2 تا از این ورزشکارای دیگر گرفت. حالا خودش اصلا بیاد شفاف بگه چجور سر از امریکا در آورد، نمیدونم دوپینگ کرده بود، خودش قوانین ورزشی رو دور زده بود. حالا ما با ایناش کار نداریم دیگه، به هر حال ممکنه آدما تغییر کرده باشن. بعد همین تلویزیون ایران اینترنشنال میاد به یه آدم عربده‌کش آنتن میده، باشون مصاحبه میکنه. نتیجه چی میشه؟ من میخوام به شما
یه مقداری یه پله بیام عقب‌تر که دیده بازتر بشه بهتون بگم. اون کسایی که پرویز پرستویی رو میشناسن اصلا میگیم آقا ایشون اعتقادات مذهبی خودشو داره، باورهای مذهبی خودشو داره، فلان کس و فلان کس هم قبول داره. شمایی که ادعاد میشه باید دموکراسی وجود داشته باشه، آزادی بیان وجود داشته باشه، تو به عقاید امثال پرویز پرستویی احترام نمیذاری؟ بعد یه کسی هم میاد میگه آقا به عقاید اون آدم احترام بذارید، اونو هم مورد حمله قرار میدید، میگید آره تو هم حتما دستت با اون آدم توی کاسه است. من میگم آقا تو داری میگی زن زندگی آزادی، اون آزادی میشه آزادی تفکر، آزادی بیان، تو به اون آزادی احترام نمیذاری. حالا با اینا کاری نداریم، میخوام ایران اینترنشنال بهتون بگم. میاد به این آدم عربده کش آنتن میده، اون آدم میره چیکار میکنه؟ میره جلوی پرویز پرستویی توی امریکا فوش خارمادر، حالا فوش هم نه، جلوشو میگیره، حالا هر چیزی که بی‌احترامی. از اون طرف اون کسایی که پرویز پرستویی رو میشناسن میدونن که پرویز پرستویی تا همین لحظه‌ای که من دارم برای شما صحبت میکنم بیش از 1000 پرونده اعدامی رو رفته رضایت گرفته از خانواده هاشون. مثلا یه قتل غیر عمدی بوده، یه اتفاقی بوده و زنگ زدن به پرویز پرستویی گفتن آقا مثلا ساعت 4 صبح باید طرف اعدام بشه، 3:30 صبح قبل از اذان رفته توی زندان و خانواده‌ای که میخواستن چوبه چارپایه رو از زیر پای اون طرف بکشن و اون طرف رو اعدام بکنن، باعث شده که اون خانواده این آدم رو ببینن و رضایت بدن و اون آدم برگرده به زندگی. شمایی که میاد هشتگ اعدام نکنید و ترند میکنید، همون آدمایی که هشتگ اعدام نکنید و ترند میکنید، یک بار اومدید بگید که پرویز پرستویی دمت گرم که همچین رضایتایی رو گرفتی، ما کار با عقایدت نداریم. اونا اون سمت نمیگن چون جرأت ندارن این تابو رو بشکنن، نمیگن چون با باورهاشون نمیخونه. طرف میگفت لعنت به دین و آیین شما. چند وقت پیش ما رمضون بود، یا دفعه دیدم یه استوری گذاشته بود نوشته بود که عید سعید فطر مبارک و فلان. آقا تو میگی لعنت به دین و آیین شما، ما رمضون هم جز همون دین و آیین حساب میشه. خواستم در جریان قرارت بدم برادر. میخوام اینو به شما بگم، وقتی پرویز پرستویی بیش از 1000 تا پرونده اعدامی داشته که آدم‌ها رو از زیر چوبه دار کشیده این ور که اعدام نشن، چه اتفاقی میفته؟ اون 1000 نفر طبیعتا خودشون 100 نفر رو میشناسن، میرن برای اون 100 نفر تعریف میکنن، اون 100 نفر میرن برای 100 نفر دیگه تعریف میکنن. یه جامعه 2-3 میلیونی متوجه کارهای خیر پرویز پرستویی هستن. وقتی تو میری با اون اربدت جلوی پرویز پرستویی قرار میگیری، اون جامعه 2-3 میلیونی هم هر چقدر از آخونده متنفر باشن، هر چقدر از جمهوری اسلامی متنفر باشن، وقتی رفتار اربده کشی تو رو ببینن میگن ما که پرویز پرستویی رو میشناسیم، اوه آخوندا برن اون اربده کش جلوشو بگیره یا بیاد جای اونو بگیره. این از اون آخونده که بدتره. ما حداقل اینو میشناسیم، میدونیم کار خیر کرده. تو چه کار خیری واسه مردم کردی؟ اینا نگاه‌های متفاوت نسبت به این قضیه است. یا همون تلویزیونشون ما بعضا دیدیم دیگه، میاد یه سری شعارهایی رو پخش میکنه که حالا مثلا توهین به باورهای مذهبی یک جریانه یا توهین به عقاید یک شخصیه. ببینید ما باید با واقعیت کنار بیاییم، نه با توهم یا با جوزدگی نسبت به موضوعات مختلف صحبت بکنیم. توی ایران یه سری آدم ها هستن که دچار مشکلات مالی هستن. به خاطر اینکه این مشکلات مالی خودشون رو رفع بکنن و به خاطر اینکه بخوان خرج زن و بچه‌شون رو در بیارن، میرن توی ماشین حالا مسافرکشی میکنن یا از این کارا انجام میدن. اگه از اون آدم ها راجع به آخوندها و جمهوری اسلامی یا اون حکومت فعلی بپرسی، ممکنه فحش خواهر و مادر هم به این آخوندها بدن و خلاصه بهشون بد و بیرا بگن. اما همون آدم صبح که در ماشینش رو باز میکنه و بره سوار ماشینش بشه، جلوی زیر آینش یه دونه الله زده، جلوی داشبوردش یه دونه قرآن گذاشته، عقاید خودش رو داره،
باورهایی که بیش از 2-3 هزار ساله توی تفکر این آدمه تو نمیتونی عوضش بکنی. ممکنه از اون آخونده بدش بیاد اما باورش رو تو نمیتونی عوض بکنی. حتی همون آدمی هم که میگه من آدم بیدینی شدم، من دیگه زده شدم، اگه بیای به کتاب مقدس اون آدم یه توهین بکنی، یه جا تا حواله بکنی، ته دلش یه کوچولو میلرزه و همون باعث میشه که فاصله بگیره از اون رسانه و از اون آدمه و خبرهایی که با جهت‌دهیه باعث میشه که اون آدم‌ها از اون رسانه فاصله بگیرن. حالا ما دیدیم مثلا تو این تلویزیون هاشون میان میگن که مثلا باید خوزستان از ایران جدا بشه، باید نمیدونم کرمانشاه از ایران جدا بشه، کردستان باید از ایران جدا بشه. واقعا شما از هر کسی بپرس، من که خودم خوزستانی ام، دوست نداره ایران تجزیه بشه، دوست نداره که ایران جدا بشه. ما همه در کنار هم ایران رو تشکیل میدیم و کسی که بخواد این باور تجزیه طلبی داشته باشه که ما مدام و چپ و راست میبینیم تو تلویزیون ایران اینترنشنال میارن و از این آدم ها مصاحبه میگیرن و بهشون آنتن میدن که این آدم ها دیده بشن و معروف بشن و طرفدار پیدا بکنن، این یعنی خیانت. این یعنی خیانت. و باز هم تکرار میکنم، تلویزیون های مثل ایران اینترنشنال، تلویزیون های مثل BBC فارسی خصوصا، تلویزیون های مثل من و تو نمیخواد بیان مثلا راجع به موضوعات مختلف صحبت بکنن، خیلی شفاف یک بار برای همیشه بگن بودجه تلویزیونشون رو از کجا میارن. از کجا میارن؟ چون یه عده، من قبلا هم گفتم دیگه، ممکنه مثلا برای منم گارد بگن که آقا تو بودجه، من که کانال یوتیوبی دارم، جز اولین یوتیوبرهای ایرانی بودم از سال 2016 توی پلتفرم یوتیوبم و 6-7 سال دارم فعالیت میکنم تو یوتیوب هم طبیعتا بابت ویوهایی که شما داری بهتون پول میده و اون خودش میتونه کمک بکنه برای اینکه من استودیومو بزرگ و بزرگتر بکنم و امکاناتمو بیشتر و بیشتر بکنم. در صورت میخوام به شما بگم که اگر یه مقداری متفاوت‌تر به این موضوع نگاه بکنید، پشت پرده این اتفاقات در میاد. اینکه چجوری یه فایل صوتی که 10 نفر هستن و 10 نفر افراد بلندپایه سپاه هستن و توی یه جلسه هستن، چجوری فایل صوتی این فقط دست تلویزیون ایران اینترنشنال میرسه؟ از دو حالت خارج نیست، یا اینا ارتباط دارن با افراد پرنفوذ توی سپاه، یا افراد پرنفوذ سپاه با یه هدف خاصی این فایل صوتی رو در اختیار این افراد قرار دادن. چیزی لو نمیره. یادتون باشه هیچ چیزی توی این دنیا اتفاقی لو نمیره. در فضای سیاسی هیچ چیزی اتفاقی نیست. چرا؟ ممکنه یه فیلم از یه سلبریتی لو بره، یه فایل صوتی از یه سلبریتی لو بره، اما در سیاست هیچ چیزی اتفاقی نیست و هر اتفاقی پشتش یک پشت پرده‌ای هست. ما دیدیم دیگه، حتی تو اون ماجرای اتحاد اپوزیسیون ها و بحث حامد اسماعیلیون، ما در رسانه پشت پرده جز اولین رسانه هایی بودیم که در طول 7-8 ماه گذشته راجع به حامد اسماعیلیون صحبت کردیم و انتقاد کردیم. اما نتیجه چی شد؟ کلی ما فوش خوردیم که چرا داری راجع به حامد اسماعیلیون صحبت میکنی و چه اینا که حالا بعداً مفصل صحبت میکنم. از سال 2016 ما در کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده در خصوص مسیح علی‌نژاد افشاگری کردیم و صحبت کردیم و گفتیم که آقا این آدم کاسب نه سیاستمدار، که یه مدت هم میگفت من خبرنگارم. شما اگه خبرنگار بشی، خبرنگاری به فعالیت سیاسی چه ربطی داره؟ یه دم که ما کار خبری میکردیم اما هم انتظار داشتن، میگفتن اونا ببین تو چرا این کارو میکنی؟ بابا اصلا این باگ داره کارش. اگه خبرنگاره نباید یا باید بگی من سیاسی ام، یا باید بگی من خبرنگارم. دوتاش با هم نمیتونی باشی. بگی اینا همش با هم یکیه، یا این خودکار یا مداده. شما نمیتونی بگی این هم خودکار هم مداده، یه حالت بیشتر نداره. دوتاش با هم نمیتونه باشه. میتونن جفتشون بنویسن اما در یک زمان نمیتونه دوتا کار رو انجام بده. این خودکاره مثلا میگه آقای خودکار یا خانم خودکار تو بنویس بعد پاکم بشو. میگه بابا اون کار مداده، نمیشه هم نوشت هم پاک کرد. اگه میخوای میتونم برات بنویسم. شده جریان این مسئله نجات که میگه من هم خبرنگارم، هم اپوزیسیونم، هم فعال سیاسی ام و کار یک خبرنگار این هستش که اپوزیسیون باشه. نه اینطوری نیست. خبرنگار نمیتونه اپوزیسیون باشه، چون اگه تو اپوزیسیون باشی یعنی عملا خبرنگاری رو بردی زیر سوال.
اشتباهی که خیلی ها میکنن میگن یه خبرنگار چرا نمیتونه اپوزیسیون باشه، خیلی ساده است. وقتی اینکه یه خبرنگار طبق قسم خبرنگاری که خورده باید صادقانه و بی‌طرفانه به موضوعات نگاه بکنه. شما اگه اپوزیسیون باشی نمیتونی بی‌طرف باشی. چرا که مثلا شما اپوزیسیون خارج از کشور باشی و یک آخوند توی ایران یک کار مثبت انجام بده، شما طبق قسم خبرنگاری بعد به اون کار مثبت رو هم پوشش بدی. ولی اگر به این کار مثبت رو پوشش بدی میگن ای تو چه اپوزیسیونی هستی که داری مثبت اون آدمو میگی، تو داری تلاش میکنی اون ریشه کم بشه، اون آخونده بره، بعد تو داری کار مثبتش رو میگی. پس نمیتونی شما همزمان هم اپوزیسیون باشی هم خبرنگار، چون قسم خبرنگاری که شما باید عادل باشی و صادق رو زیر سوال میبری. چیزی که ما داریم میبینیم که تلویزیون ایران اینترنشنال هم داره به عنوان یک رسانه‌ای که باید بی‌طرف باشه. شما فراموش نکنید که ما رسانه بی‌طرف خیلی کم داریم. من چرا یه سری اتفاقاتی که تو ایران میفته و اتفاقات مثبت هستش پوشش میدم؟ یه عده میگن تو چرا فلان موضوع میگی پس تو حتما مزدوری. مثلا راجع به فلان شخص میگم آقا این آدم درستیه، بعد میگن تو مثلا راجع به پرویز پرستویی صحبت میکنی اینا رو میگی حتما تو مزدوری. بعد میگم آقا شاهزاده رضا پهلوی هم آدمی بوده که خاندانش خاندان ایرانساز بودن. اونورا میگن تو که اونو میگی پس تو حتما مزدوری. بین مزدور و معاند بودن ما این وسط گیر کردیم، در صورتی که من در رسانم هر دو سمت رو پوشش میدم، فرقی برام نمیکنه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.